وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک ملی رحیمزاده رمضان همراه با رهبران ساختارهای قدرتی که به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفربر گردیدند جلسه برگزار نمود. وزیر کارهای داخلی در جلسه اوید وضع ناامن منطقه و جهان برآمد نموده برای تامین ترتیبات جمعیتی نگاه داشتن وضع معتدل در قلمرو ولایت خصوصا در مرکز آن شهر خاروغ سخن نمود. با رهبران ساختارهای مقامات حفظ حقوق سفارش‌های مشخص داده شد که همیشه در حالت آماده باش قرار داشته برای تامین امنیت شهروندان، آرامی جامعه و صلح و ثبات کشور فعالیت خود را باز هم خوبتر و بهتر برآورند. وزیر کارهای داخلی با فعالان و خلیفه‌های جماعت و شهرک و محله‌های شهر خاروغ برای تامین تنظیم و آرامی شهروندان و وضع معتدل شهر خاروغ و ولایت واخوری سودمند انجام داد. وزیر کارهای داخلی به حاضرین دستورهای مفید داده برای کارهای فهماندهی با پدر و مادرانی که برای پیشگیری فرزندانشان در قسمت شبانه در دیدبانگاه‌های غیرقانونی که در محله برخاروغ شهر خاروغ می‌ایستند هدایت نمود. وزیر کارهای داخلی گنرال پالکونیک ملی رحیمزاده رمضان همراه امروز با والدین شخصانی در جستجو قرار داشته در شهر خاروغ واخوری سودمند برگزار نمود. در ملاقات با والدین شخصانی در گفتگوی رسمی قرار داشته در شهر خاروغ صحبت کرده قید نمود که ترتیبات جمعیتی و آرامی و صلح و ثبات برای هر یکی ما ضرور میباشد و نگذاریم که آرامی شهر خلل گردد. از این شخصانی که در شهر خاروغ جنایت صادر کرده در جستجوی رسمی قرار دارند و خود را از تفتیشات پنهان نمودند در صورتی به مقامات حفظ حقوق خود اختیاراً آمده حاضر شوند مطابق ماده 61 قانون جمهوری تاجیکستان نسبتشان جزاهای سبکی پیش بینی کرده می شود.